اومدیم این ماشین داینفنگ رو با هم بررسی کنیم که مدل AC کراسه و یک کراسوور خیلی پرطرفدار داخل ایرانه. چرا؟ با من ماشین تا ببینیم از چه لحاظ پرطرفداره. مثل همیشه اول میریم طراحی جلوی ماشین رو با هم بررسی میکنیم و بعد داخل و در نهایت فنی و رانندگی ماشین رو. خب در رابطه با قسمت جلویی ماشین چراغ‌ها به شدت بزرگ کار شده نسبت به ابعاد ماشین. ها رو بعضی دوست دارن بعضی دوست ندارن و خب طراحی خیلی بزرگه، ولی خب بخوام بگم خیلی تکنولوژی خاصی داخل چراغ کار شده نه، به این صورت نیست و کاپوت خیلی کشیده‌ای داره. حالا لازم اینکه بخوان در واقع ماشین رو با هم در فنیشو کار کنن یا تعمیراتی چیزی داشته باشه، جای دست خیلی خوبی داره نسبت به 206، ولی خب کاپوتش به شدت کشیده است. یعنی به نظر من جلو و عقب ماشین زیاد با هم سینک نیستش. حالا خیلی این مورد دوست دارم، ولی به نظر من کشیدگی کاپوت بیش از حد بوده. و در این قسمت جلوی ماشین می‌بینید که جلو پنجره کروم کار شده و یه لوگوی داینفنگ هم اینجا گذاشته که ظاهر ماشین رو خیلی شیک می‌کنه. اینجا هم شکنای دایره‌ای که به ماشین یه حالت اسپورت و زیبا میده. وینگای ماشین 16 اینچیه، آلیاژی نسبت به سایز ماشین اوکیه و اینکه ما دیگه شیار روی در کار شده تا چراغ رفته که یک حالت قدرتمندتر بده به ماشین. همونطور که یه چراغ‌های کار شده که حالا در واقع چون کراسووره و یک کمی حالت رو به ماشین میده که بتونید سفرهای خارج از شهری رو باهاش برین. اینا باعث میشه که در واقع ماشین کمتر ضربه بخوره، تنگ چیزی بخواد به ماشین بخوره باعث میشه که ضربه آنتونی به ماشین وارد نشه. دلیل این پلاستیکای که کار شده برای همین. در ارتباط با عقب ماشین چراغا اینجا عمودی کار شده که این چراغ و این چراغا مربوط به ترمز ماشین، یعنی حالا میتونن برای یکیشون رنگ ترمز ماشین باشه، ولی خب دوتا رو کار کردن. برای همین گفتم جلو و عقب ماشین با هم زیاد سینک نیست. همونطور که خودتون می‌بینید عقب ماشین یه طراحی دیگه داره، جلو یه طراحی دیگه. البته برای خیلی جذابه ولی برای خیلی هم طراحی در واقع بیروحی داره عقب ماشین. و اینا دیگه مرد اکسیکلوسی کار شده و برای دایفنگ و اینجا سنسورهای عقب ماشین هم کار کردن. این ماشین کلاً از سال 95 تا 99 تولید شده و اینکه الان می‌خوایم بریم صندوقش رو با هم بررسی کنیم. صندوقش نسبت به 206 خیلی بزرگتره و فکر کنم این چیز حدود 471 لیتر فضای صندوق عقبش. دستی هم هست صندوق عقبش. همینطور که می‌بینید اینجا فضای صندوق عقبه که فضای نسبتاً خوبیه برای یک کراسوور. همینطور اگه افرادی که بخواد عقب بشن نباشن میتونیم صندلی‌ها رو هم کنیم و در اینجا لباس ماشین و ابزار مخصوص ماشین قرار داره. فضا هم صندوق عقب خوبی داره نسبت به سایزش. الان میخوایم بریم با هم طراحی داخلی ماشین رو با هم بررسی کنیم، اما قبلش حتما کانال رو سابسکرایب کن و این ویدیو رو شیر کن برای دوستات که میخوان عاشق کراسوورن یا میخوان AC کراس بخرن.
با طراحی داخلی ماشین همه قسمت‌های ماشین به غیر صندلی‌ها پلاستیک خوش کار شده و این ممکنه به مرور زمان صدای اضافی رو داخل ماشین ایجاد کنه و لازم بگم کیفیت کابین نه، کیفیت زیاد خوبی نداره نسبت به ماشین در واقع HD220 که مربوط به ماشین برلیانس بود که بررسی کردم، کارتش هم این بالا میذارم. نسبت به اون کیفیتش بهتره، ولی کلا نخوام مقایسش کنم با ماشین دیگه‌ای. خیلی پلاستیک خوش کار شده. این ماشین نسخه اتوماتشه، ولی خب نسخه دنده‌ای این ماشین هم وجود داره و فرمونش هیدرولیکه، 3 شاخه‌ای کار شده، جابجا میشه در هم جهت جلو و چپ و راست همه قسمت‌ها رو جابجا میشه و همونطور که می‌بینید اینجا پلاستیک خوش، اینجا هم یه فایبر کربن کار شده. یه مانیتور رو فکر می‌کنم که 6.5 اینچه اینجا کار شده، دکمه‌های مختلفش کالو USB و UX هم داره و در واقع اینجا هم دیگه محفظه کوچیک دیگه است که گذاشتم. اینجا فلشه رو اینجا گذاشتم. بهتره بود که اینجا نباشه، چون راننده که داره رانندگی میکنه بهتره یه اینجاها که دم دسته یادم روی همین فرمون کار میکردن، خب اینجا گذاشتم که حتی من خم بشه راننده، یا حتی مانیتور رو بهتر بود اینجا کار میکردن که موقعی که راننده میخواد مانیتور رو باش کار کنه پایین نباشه که حواسش نسبت به جلو پرت بشه. اینجا هم که در واقع جایلکی کار شده، اومدن از این فضای خالی ماشین هم استفاده کردن. سانروف داره این ماشین، حالا ماشین رو روشن میکنیم حتی براتون این قسمت کار بشه. در واقع ماشین دو رنگ کار شده، صندلیشون پارچه ها دو رنگ بوده. در کناری هم بگم سیستم بلندگو رو در پا هست. کلای ماشین 4 تا ایربگ هم داره و بلندگو متوسطه. اگه خیلی عشق موزیک و صدای خیلی لوکسی هستین نه، بلندگوش ساپورت نمیکنه و بهتره این که یه بلندگوی روی ماشین باشه و قفل ماشینم فقط و فقط از سمت راننده انجام میشه. فکر میکنم قسمت‌های دیگه ماشین نمیتونید در خودتون باز و بسته کنید و مثلا این یه نکته منفی ها رو ممکنه یه زمانی این قسمت برق ماشین قطع بشه یا یه مشکل دیگه پیش بیاد و متاسفانه گزینه‌ای نداره که دستی بشه ماشین رو باز کرد. خب بریم که با ماشینم یه رانندگی کنیم. ماشینم آینه ها خیلی دیده خوبی دارن، آینه های بزرگی کار شده، حالا حتی پنجره پشتیش هم خوبه و نسبت به کویک عالیه و 206 کویک اینو نقطه کوراشون زیاده ولی این نسبتا خوبه و اینکه حتی برای اگه بگیم پنجره عقبش هم کوچیک باشه میتونیم بگیم که سنسور عقب گذاشته و میتونیم عقب اونطوری با هم بررسی کنیم. خب الان ما بریم سانروف ماشین رو باز کنیم. یکی بزنین کافیه کامل باز میشه و اینکه این هم بزنین بسته میشه. یه حالت دیگه داریم روی این که نخواهیم کامل باز بشه، فقط در یه حدی باشه که هوا بره و بیاد، یکی هم روش بزنین یک مقداری باز میشه و هوا رد و بدل میشه. خب الان میخوایم بیایم عقب ماشین رو با هم بررسی کنیم. برای من کامنت بزنین تا الان موافق ماشین AC کراس بودین یا نه. خب اینم از فضای عقبی ماشین. فقط یه موردی من یادم رفت داخل در جلوی ماشین بگم، اینش چرم مصنوعی کار شده، همش پلاستیک خشک نیست. اینجا یه چرم مصنوعی کار شده، اینم که کرومم و اینجا فایبر کربن گذاشته. محور طولیش خیلی خوب کار شده، یعنی فضای پاها تا صندلی جلو خیلی راحته، فضای سر تا سقف. اینو تنها من نمیگم، کسی که قدشون هم بلند هست این نکته رو اشاره میکنن که نسبت به 206 یا ماشینای در واقع کراس اوور دیگه محور طولی خوبی داره و این خیلی گزینه خوبیه. صندلیش نسبتا راحته ولی خب نسبتا راحته، ممکنه زمان زیادی که بخواید داخل ماشین بگذرونین خسته و اذیت بشین. خب الان نوبت رسید به فنی ماشین.
و مهمترین قسمت هر ماشین به نظرم طراحی و اینا خیلی مهمه، ولی شما قراره با فنی ماشین رانندگی کنید و مهمترین قسمت هر ماشینیه. یه خوبیه که این ماشین داره، موتورش پژو و فرانسویه، یعنی موتور چینی روی ماشین کار نشده. 1.6 لیتر و TU5 نسبت به بدنش خوبه، ولی شتاب آنچنانی هم ماشین نداره. گیر بوکسش هم 4 دنده اتومات آیسینه که ژاپنیه. حتی گیر بوکسش قدیمیه، الان ماشینای 6 دنده اتومات یا 8 دنده است، ولی متأسفانه این 4 دنده است. این باعث میشه که کم در واقع شتابش کم باشه و قطعاتشون هم وقتی گیر بوکس خراب بشه به سختی گیر میاد و حالا درست میگن که راحت و اینا، ولی نه، همچین چیزی نیست و خیلی طول میکشه که در واقع قطعات رو بتونین پیدا کنین و گیر بوکس رو درست کنین. میگن که معکوس کشیدن ایناش خوبه، نسبتا بدک نیست، ولی داخل سرشیبی‌ها و سربالایی‌ها که میرین خیلی ماشین رو خوب هندل نمیکنه و ماشین باز یه مقداری عقب کشیده میشه داخل سربالایی خیلی زیاد، مخصوصا در شهر تهران. به این صورت هستش. این ماشین 4 سیلندر، 16 تا سوپاپ داره. 0 تا 100 این ماشین رو که بررسی کردن 12.5 تا 14.5 ثانیه بوده که حالا بدک نیست، خیلی هم عالی نیست، خوبه نسبتا به کراس اوورها. و مورد دیگه این ماشین سرعت 183 کیلومتر بر ساعت، نهایتش دیگه بیشتر از این نداره و در واقع باک بنزین این ماشین تا 51 لیتر پر میشه. ترمز این ماشین عالی نیستن، فکر می‌کنم که ABS روش کار شده و EBD، این ترمزایی که رو ماشین کار شده، ولی خب ترمز خیلی خوبی نداره، یعنی اونقدر بهش اطمینان نکنین، متوسط ترمزش. خب این هم از بررسی ماشین A3 که براتون انجام دادم. حتما 2 تا ویدیو بعدی که براتون میذارم رقیبای این ماشین حساب میشن و نگاه کنید. خیلی دوستتون دارم.